محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله و نعم الوکیل. نعم المولى و نعم النصير. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام. وأتوب إليه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. 1000 مرتبه جانم بگیر و جانم ده. 1000 مرتبه جانم بگیر و جانم ده. سپس کرم کن و یک لحظه رو نشانم ده.
به زیر خاک قدم‌های خویش خاکم کن، غباری از سر کویت به ارمغانم ده. ز خوش سالیش گم نمانده برگ و بری، کرامتی کن و اشکی به دیدگانم ده. یا ابن الحسن به زیر کوه فراق تو تا علم گردم، میان سرقدان قامت کمانم ده. بسوز حنجرم را، بسوز حنجرم را به آتش جگرم، خروش ناله یا صاحب از زمانم ده، یا صاحب از زمان، یا صاحب از زمان. همه بگیم یا صاحب یا صاحب الزمان. زیارت اربعین میخوانیم خود و از طرف ذوی الحقوق و ذوی القربا، اموات، احیا، شهدا، صلحا، فقها، امام راهن و رهبر حیمون. هر کس به گردن ما حق دارد ولو به سلام و کمتر از سلام، به نیابت از پدران و مادرانمون، خصوصا به نیابت از آقامون حجت ابن الحسن، ارواحنا فدا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکربات و قتیل الابرار،
اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة وهبته بالسعادة فاجتبيته بطيب البلاد وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وضائدا من الزادة وآتيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فآذرا في الدعاء ومنع النص وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وعيرة الزلالة وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع عزه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأبكر فتقد رسم وتردى في هواه فأسخطك وأسخط النبي وأتاء من عبادك أهل الشقاق والنفاق فأملت الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك الصابر متصبا حتى صبك في طاعتك الدم
و حریم اللهم فلعنهم لعنا وبیلا و عذبهم عذابا علیما. السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن سید الأوصیاء، اشهد انک امین الله و ابن امینه، اشهد سیدا و مزیت حمیدا و متفقیدا مظلوما شهیدا و اشهد ان الله منجز ما بعدک و مهلک من خذلک و معذب من قتلک و اشهد انک وفیت بعد الله و جاهدت فی سبیله حتی اتاک الیقین، فلعن الله من قتلک ولعن الله من ظلمک ولعن الله امتا سمعت بذلك فرضیت به. اللهم انی اشهدک انی ولی لمن والاه و عدو لمن عاداه بأبی انت و امی یا ابن رسول الله، اشهد انک كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها، فأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين وموقل ومعقل المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الردي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، فأشهد أني بكم مؤمن
و به ایابکم موقن به شرایع دینی و خواتیم عملی و قلبی لقلبكم سر و امری لامركم متبع و نصرتی لكم معدد حتى يأذن الله لكم فمعكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين. بی تو دلم بسمل بیبال بود، بی تو دلم بسمل بیبال بود. داغ 40 روز 40 سال بود. طایر جان دور سرت میپرید، مرغ دلم گوشه گودال بود. حسین جانم سلسله گردیده علنگوی دست، خار به پای همه خلخال بود. سینه ما داغ روی داغ داشت، خال لب ما همه تبخال بود. همراه ما تارانه و چنگ بود، دست گل محفل ما سنگ بود. حسین جانم اگرچه خون جگر آوردم، پرچم فد و ظفر آوردم. داداش ای به فدای تن پاکت سرم، بر تن پاک تو سر آوردم. بر لب خشک تو ز شام بلان، اشک فشان چشم تر آوردم. گرچه تو خود از همه داری خبر، اما من ز 3 ساله خبر آوردم. حسین جانم حسین جانم حسین جانم، داغ بزرگیست غم کوچکت، فاطمه 3 ساله کوچکت. خیز جا ای پسر مادرم، داداش باشو ببین زینب اومده.
مگر نه من نه مگر این که تو را خواهرم معجر نو بر سر خود کردم. معجرم چیه داداش؟ معجر نو بر سر خود کردم بس که به سر ریخته خاکسترم. داداش کجا بودی ببینی از بالای باب به سرمون خاکستر میریختن؟ داداش کجا بودی ببینی وقتی وارد شهر شاممون کردن همه سنگمون میزدن، همه کف میزدن، هل میکردن. تو در مدینه وسط آفتاب عبا کشیدی به روی پیکرم. یادت داداش اون روز اومدی دیدی آفتاب به صورتم میتابه، برام سایه بود درست کردی، اما کی فکر میکردم اینطور بشه. در پی این قصه گمانم نبود از سر نی سایه کنی بر سرم. حسین جان من نفقت هم سفرت گشتم، سوختم و دور سرت گشتم. کرب و بلا باغ گل ما کجاست؟ مضعف صد پاره زهرا کجاست؟ ای بدنت پاره تر از برگ یاس، باغ گل و لاله لیلا کجاست؟ رباب با شاخه گل آمده، قنچه پرپر شده ما کجاست؟ وقتی رسیدن کربلا مثل برگ خزان از بالای ناگهان خودشونو به پایین انداختن. هر کسی قبری رو بغل گرفته، یکی صدا میزنه پسرم، یکی صدا میزنه شوهرم، رباب ای صدا میزنه علی اصغرم، کجایی پسرم؟ لا لا الا الله. اما دیدن زینب ای خاک به سر میریزه، ای صدا میزنه برادرم حسینم تاج سرم دادا، آخ بمیرم برات زینب. سکینت آمده سقا کجا؟ آخ حسین جانم دیدن سکینه یه ظرف آب تو دست گرفته، هی میریزه رو قبر بابا، هی صدا میزنه بابا پاشو ببین آب آزاد شده. بابا پاشو دلم برات تنگ شده، رقیه را اگر نیاوردم سکینت آمده سقا کجا؟ آن همه گل در چمنت کو حسین،
لاله باغ حسنت کو حسین یا صاحب از زمان شام و کفام خنده و دشنام بود حسین جان اطرت تو در ملأ عام بود دست گل سلسله دار همه سلسله و سنگ لب بام بود اما دیدن ای زینب صدا میزنه داداش شرمندتم داداش خجالت زدم داداش همه تعجب کردن زینبی که 40 منزل زج کشیده چرا اینطوری داره با داداشش حرف میزنه آخ بمیرم برات زینب دیدن ای صدا میزنه داداش بچه‌هاتو دست من سپردی همه رو مراقبت کردم همه رو برگردوندم اما تو رو خدا سراغی از رقیه نگیر سراغی از اون طفل 3 سالت نگیر آخه رقیه رو گوشه خراب جا گذاشتن آی حسین مسافر از برای یار سوغات آورد اما من از شام بلا داغ 3 سال دختر آوردم 3 روز عزاداری کردن کربلا اما وقتی خواستن از کربلا برن بی زینب همه رو سوار ناگاه کرده یه وقت نگاه کرد دید یه خانومی رو قبر حسین افتاده هی خاک به سر میریزه صدا میزنه آقای من تاج سرم حسین اومد جلو دید ربابه فرمود رباب پاشو بریم خانم یه نگاه کرد بی جان کجا بریم رباب پاشو بریم مدینه صدا ناله رباب بلند شد خانوم جان من که مدینه کسی رو ندارم همه کس من توی سرزمینه حسینم اینجاست علی اصغرم اینجاست آخه اومدن مدینه همین جمله و عرض دعای من شب 40 حسینه وقتی زنا اومدن به دیدن زینب یه خانومی اشاره کرد یکی از این زنها گفت بی جانم او کنیز سیاه روی که کنارت نشسته اینطور گریه میکنه کیه خانوم زینب فرمود خاک بردانه اون عروس مادرم ربابه دیگه بعد حسین زیر سایه بود نرفته هر جا نشستی از پرده دل صدا بزن
حسین همه بگیم حسین حسین ساربان آهسته‌تر این زمین کرب و بلاست ساربان آهسته‌تر این زمین کرب و بلاست کاروان را کن خبر این زمین کرب و بلاست لاله پرپر کجاست پیکر بی سر کجاست لاله پرپر کجاست پیکر بی سر کجاست ابن زهرا یا حسین ابن زهرا یا حسین یا حسین ابن زهرا یا یه بار دیگه همه بگن ابن زهرا ابن زهرا یا حسین ای زیارتگاه من حنجر خونین تو من خبر آوردم از سر خونین تو از سر خونین تو در دلم صد کربلاست قصه تشر طلاست در دلم صد کربلاست قصه تشر طلاست ابن زهرا یا حسین ابن زهرا یا دستو بیاد بالا سینه بزن ابن زهرا یا حسین حسین من در این صحرای خون جسم بی سر دیدم من در این صحرای خون جسم بی سر دیدم از گلوی غرق خون با لبم گل چیدم با لبم گل چیدم در همین گودال خون در همین گودال خون چهره کردم لارگون در همین گودال خون چهره کردم لارگون ابن زهرا یا حسین ابن زهرا همه ابن زهرا یا حسین حسین سنگر تبلیغ من
محملم گردیده بود سلگر تبلیغ من، محملم گردیده بود خود خبرداری جهان، با دلم گردیده بود، با دلم گردیده بود. من قیامت کرده ام، استقامت کرده ام، من قیامت کرده ام، استقامت کرده ام. یا ابن زهرا یا حسین، همه باید بگن یا ابن زهرا یا حسین، یا ابن زهرا، یا ابن زهرا. حسین یا اخا من زینبم، یا اخا من زینبم، مظهر صبر تو ام، یا اخا من زینبم، مظهر صبر تو ام، قاصد خون تو مظهر صبر تو ام، مظهر صبر تو ام. جان زهرا مادرت کن قبول از خواهرت، جان زهرا مادرت کن قبول از خواهرت. یا ابن زهرا یا حسین، همه یا ابن زهرا یا حسین. ناقه ها زاری کنید، خون دل جاری کنید، ناقه ها زاری کنید، خون دل جاری کنید، هم مرا یاری کنید، هم عزاداری کنید. مقتل یارم کجاست، قبر دل دارم کجاست، مقتل یارم کجاست، قبر دل دارم کجاست. یا ابن زهرا یا حسین، یا ابن زهرا یا حسین، یا ابن زهرا یا حسین. همین یه بند رو یا علی مده. من خبر آوردم از 3 سال کودکم، من خبر آوردم از 3 سال کودکم، آن 3 سال کودکت شد سفیر کوچکت، شد شبان دخترت
دفن و مثل مادرت شد شبان دخترت دفن و مثل مادرت یا ابن زهرا یا حسین یا ابن زهرا یا یه بار دیگه بگو یا علی یا ابن زهرا یا حسین برادرم اگرچه سر نداری یک نگه بر سیل اشکم کن که با چشمان خود آب از برای اصغر آوردم تو بر من از تن بی سر خبر ده ای عزیز دل که من بر تو خبرهای فراوان از سر آوردم چه زینبی رو از ابی عبدالله جدا کردم همون زینبی که وقتی عبدالله جعفر اومد خواستگاری امیر المؤمنین سوال کرد زینب جان نظر خودت چیه؟ عرض داشت بابا جان هرچی شما بگید چشم اما اگه اجازه بدید 2 شرط دارم شروطت چیه دخترم؟ بابا هر وقت دلم برا حسینم تنگ شد برم داداشمو ببینم شرط دوم امینه هر جا حسینم مسافرت رفت منم باش برم من طاقت دوری حسینمو ندارم لذا ابزفر با برادر مسافرت رفت اما این سفر آخر دیگه زینب بی حسین داره برمیگرده ای وای ای وای وقتی اومدن 40 رسیدن کربلا زینب یاد اون روزی افتاد که اول بار با برادرش اومد کربلا زینبی که 40 منزل همه بچه ها و زن ها رو مراقبت کرده زینبی که هر وقت اومدن بچه ها رو بزنن خودش رو سپر کرد تازیانه خورده یاد اون روزی افتاد که وارد کربلا شده عباس کنارش بوده حسین کنارش بوده علی اکبر بود جوانای بنی هاشم بودن وقتی زینب میخواست بیاده بشه جوانای بنی هاشمی صف کشیدن عباس زالو پله کرده علی اکبر دستم منو گرفت با احترام پیاده کرد آخ بمیرم برات زینب انقدر مواظب بودن نگاه نامحرم به همشون زینب نیافته اما بمیرم برا امیر زینب امام سجاد
دروازه شهر شام صدا زد سر آی سهل ساعدی یه مقدار پول به این ایزدارا بده سرا رو از کنار مرملات دور کنه اینقدر این مردم به هوای این سرا به محارم ما نگاه نکنه هر جا جانش یزدی صدا بزن سه مرتبه یا حسین یا حسین دشمنت کش ولی نور تو خاموش نگشت دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت آری آن جلوه که فانی نشود نور خدا صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت عنایت کنید شادی ارواح مطهر شهدا روح پرفتوح امام راحل ارواح گذشتگان جمع حاضر شادی قلب نازنین حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا سلامتی وجود نازنینشون سلامتی وجود نازنین مقام معظم رهبری شادی روح پرفتوح مرحوم کافی همه با هم 3 صلوات قراخ